اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. سازمان شفافیت بین‌المللی میگوید تحت حاکمیت طالبان افغانستان در سال 2022 در مبارزه با فساد پیشرفت مثبت داشته است. بر اساس گزارش سال 2022 این سازمان افغانستان از نظر شفافیت در بین 180 کشور در رده 150 قرار گرفته است. الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در خطاب به جهانیان میگوید زور عقیده و افراطگرایی خود را بر این ملت مظلوم تحمیل نکنید. قدرت ما بر جهانیان در میدان معلوم شده. زور تحریم ها از ملت مظلوم گرفته می شود. دیگر این ملت را اذیت نکنید. ما امیدواریم که جامعه بین‌المللی به دلیل احترام به بشریت به مردم کمک مالی کند. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان در نشست افتتاحیه مرکز 5000 بستر معتادین گفت پاکستان باید انفجار اخیر در پشاور را به طور کامل و دقیق بررسی کند و افغانستان را مقصر نداند. شام گذشته مراسمی که به مناسبت روز استقلال کشور الجزایر در دوحه برگزار شده بود، دکتر محمد نعیم سرپرست سفارت امارت اسلامی افغانستان به دعوت رسمی سفارت الجزایر در آن مراسم اشتراک نمود. رئیس صحت عامه ولایت غزنی میگوید در یک سال گذشته در غزنی 54 مرکز صحی جدید ساخته شده است. از سوی مؤسسه UNDP به ارزش $92,000 آمریکایی در ولایت زابل چک‌دیم ساخته شده به بهره برداری سپرده شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر دیدن نمود. قرارداد همکاری بین شرکت انکشاف ملی وزارت مالیه و شرکت دولتی نفت و گاز با حضور الحاج ملا هدایت الله بدری وزیر مالیه به امضا رسید. از سوی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در ولایت کندهار جلسه بزرگ مردمی برگزار شد.